وای حدیث هیچ کدوم جواب نمیدن، بیچاره شدیم، ماشینم توقیف کردم. اینجا اینو بگیر، زنگ بزن به محمد بگو حدیث میگه بد گیر کردم. محمد شوخیت گرفته؟ مغزت آسیب دیده؟ مگه 1 سال ازش جدا نشدی؟ چرا؟ اون الان سایت رو با تیر میزنه، الان بیاد کمک. کس دیگه یا نداری؟ چرا؟ آدم زیاده ولی تنها کسیه که ازش مطمئنم. رو چی مطمئنی؟ همیشه بهم میگفت هر وقت هر جا گیر کردی فقط یه زنگ بهم بزن میام. از روی این میگم. ساده ای دختر، همه پسرا وقتی باهاتن از این حرفا میزنن جوگیرن دیگه. تو اونو ولش کردی، با این کار فقط خودتو کوچیک ای می‌کنی. بابا زنگ بزنم بابات، میدونم بد میشه ولی چاره ای نداری. رویا میشه کاری که میگم و بکنی؟ تهش اینه که من کوچیک میشم دیگه. لطفا. من واسه خودت میگم ولی باشه. من اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه. زر میزد. بله بفرمایید. سلام آقا محمد، رویام دوست حدیث. امرتون. راستیتش ما تصادف کردیم، داریم میریم